السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. دخترا امروز ولاگ ما سر میشد از آن همین پیچنی با تورق با راه آسان من تیار کردم. مرحمت. در اینجا من 70 گرم ساخرنی پودره انداختم. به بالایش کمتر نمک، نیم قاشقچه نمک و 70 گرم میلی گرم رستیتیل مساله. به بالایش من یک دانه تخم، کفیر یا سمیتانه. من با راه آسان کردم، برای شما کفیر با کفیر تیار کردم. همش را نحس آمیخته میکنیم. نه همینطور آمیخته نموده. به بالایش آرد را انداخته خمیر میکنیم. دخترها من اینجا رازریخ ریتیل 10 گرم رازریخ ریتیل را همراه کردم. مرحمت دخترها. من من 10 گرم رازریخ ریتیل همراه کردم. شما میتوانید ساده استفاده برید. من رازریخ ریتیل استفاده بردم برای آنکه ساده طعمش اینقدر خوب نه. برای همین من رازریخ ریتیل استفاده بردم. من اینطور خمیر را نه سختی بد نه ملایمی بد میکنیم. نیم ساعت در خلدینیک نگاه میداریم. دخترها من اینجا 200 گرم تورق، 70 گرم شکر، یک دام سفیدی تخم، یک قاشق آرد و یک قاشق کفیر همراه کردم. دخترها من برای آن آرد همراه کردم که تورق از قوطی پیچانی نبرد. مرحمت دخترها، حتما تیار کنید. ویدیوهای ما اگر معقول باشد حتما لایک های خود را دریغ ندارید. دخترها دستگیری شما پیشروی ما می باشد. به شما کدام ویدیوها معقول در طی کامنتاری نویسید، حتما تیار میکنم. مرحمت دخترها. من خمیری من از یخدان گرفتم. خمیر خیلی ملایمی نغز آمد. من همینطور کشاده این را با قالبکا میبریم. من با چشکچی شیشگی بریدم. دخترها من همینطور من بریده به قبطش تورق را مانده. من همینطور بالای هم کرده به لیست میمانم.
به بالایش زردی تخم را من مالیدم برای آرایشش. دخترها شما میتوانید به تخم مالیدن هم میشه. دخترها منه پیچانی من تیار شد. خیلی ملایمی با مزه آمد. مرحمت تیار کنید. این رسیپت همه وقت در خانه، این رسیپت های آسان همه وقت در خانه ما هست. کسانی که میخواهم با رسیپت های آسان تیار کرده میخوام مرحمت نویسیدم. دخترها من حتما تیار میکنم. دستگیری شما پیشروی ما می باشد. مرحمت دخترها کانال ما را دستگیری کنید. لایک های خود را دریغ ندارید. من با سخنی پودر با خیلی زیبا شد. حتما تیار کنید دخترها. دخترها من قبطش شما نشان میدم. ملایمی با مزامت حتما دخترها تیار کنید. دخترها من در اینجا برای ابیت شوربا با گراخ تیار کردم. همراه شمایم گیرم. من گراخ ما پیشکی می جوشانم. من گراخ من جوشیده است. من گوشت انداخته زیر بانداسیم. من 2 دانه بیخی انداختم. نغز میزیربانی. من میخیل گراخ تر کردم. 1 پیاله گراخ جوشاندم. من 2 دانه پیاز همراه کردم. من نغز میزیربانیم تا پیازامو سرخ شدن. میزیربانیم من همین طور زیربانده. بعد به درینش 5 دانه کارتاشکا همراه کردم.
من 5 دانه کارتشکه ما نه مایده کردم نه کلان کوبی کرد ریز کره. انا همین خیره ما میزیر بانم. من 2 قاشق بالگری آمیز روبکو گذراندگی تمام همون انداختم. 3 قاشق انداختم. من نازک زیر بانده. من آبش را انداختم. دخترها گراخ را هم همراه کردم. من گراخی ما تیار شد دخترها. من خیلی با مزه آمدگی حتما تیار کنید. من دخترها گراخ خیلی با مزه آمد. دخترها همراه با اهل عائلتان تیار کنید. خیلی با مزه بیاد. خیر دخترها در پناه الله مهربان باشید تا ولاگ های آینده.